ای دل چو زمانه می کند غمناکت، ناگه برود زی تن روانی پاکت. بر سبزه نشین خوش بیزی روزی چند، زان پیش که سبزه بردمد از خاکت. چنین سخنهای زیبا، چنین حس و حال را تنها حکیم عمر خیام میتواند برای ما گفته باشد. وقتی ما به گفته های این بزرگان رجوع میکنیم، واقعا ما را گوش زد میکنند، برای ما میفهمونند که عمر به سرعت میگذرد، باید حال را دریافت، در حال زندگی کرد، به قدری فرصت ها رسید. چون چطوری که میگن شاید یک لحظه بعد ما نیستیم، یک روز دیگر ما نیستیم. همین بودن را باید غنیمت شمرد و در عین حال زندگی کرد. یا که جای دیگر هم حضرت خیام میگوید ابر آمد و زار بر سری سبزه گریست، به باده گلرنگ نمی شاید زیست. این سبزه که امروز تماشاگهی ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگهی کیست. امروز در هر حالی که هستیم، در هر کجایی که هستیم، حالا خداوند این فرصت رو برای ما داده است، این نعمت حیات رو برای ما داده است. ما که نفس میکشیم، زندگی میکنیم، شاید لحظه بعد ما دیگر نیستیم. به همین تعبیری اگر خیامی گویم، این سبزه که امروز تماشاگهی ماست، این زیبایی، این حیات که امروز در اختیار ماست، ما در این سبزه میگردیم، خدای میداند سال بعد یا که روز بعد یا که چندین سال بعد این دیگران می آیند در سبزه خاک ما می نشینند و اونجا تماشاگاه جای شاید تفریح آنها باشد. چون هر یک جایی که ما قدم میمونیم، به همین تعبیر خودی خیامی میگوید زینهار قدم به خاک آهسته نهی، زان مردمی که چشم نگاره بوده است. شاید این پاره خاک، این پاره زمین، یک مردمی که چشم یک نگاره، یک انسانی هست که چندین سال قبل از ما زندگی کرد و امروز به خاک مبدل گشته است و ما در روی آن قدم می نهیم. به این خاطر عزیزان، تعبیرات این بزرگان ما را تنها یک چی میگوید: به قدر عمر رسیم، به قدر وقت رسیم، لحظه ها را غنیمت شماریم و استفاده کامل را از آن برده باشیم. چون حالا هستیم، شاید لحظه دیگر نباشیم. خدا یار و مددگار شما عزیزان.